مجردین و محسدین پوهنتون این غذا را در 5 دقیقه میتونید جور کنید. سعی کنید چطور خوب خوش رنگک شده. نام از این تاووک هارجی است، یعنی یه چیزی است که برای مرغ است. تمام فروشگاه ترکیه داره. 1 قاشق زردچوبه استفاده کنید. 2 قاشق هم روب ترکیه را من واقعا قبول دارم، چون که بسیار خوش رنگ است. مقدار روغن به اندازه که خودتان خوش دارید اضافه کنید. یه هم که پول بیبر است، منظورم همون مرچ پاپریکای شیرین. نمکم به اندازه ضرورت. مهمتر اینیست، مهمترین چیز اینیست، اتو مزدارش میکنه که حد نداره. نامش ککیک است. فارسی و دریش میشه آویشن. کلگی مواد که مخلوط کردید قبل از اینکه در داش بگذارید آب لیمو اضافه کنید. حتی همون وقت هم میتونید اضافه کنید. آب لیمو یک ترش مزگکش میکنه. در داش من ماندم با درجه 200 و به مدت فکر کنم اینجا شد 45 دقیقه. زمان پختش زیاد است که خیر است، ولی خودش جور کردنش زیاد زمان نمیبره.